بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستا و عزیزا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در درس سوم، در قسمت سوم هستیم. در قسمت سوم درس ما و شما این سوال میکنیم که با نام الواحد و الاحد الله سبحانه و تعالی چه قسم زندگی بکنیم. دوستا عزیزا، بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که ما و شما فهمیدیم که الله سبحانه و تعالی ذات یگانه هست، شریک نداره، مثل نداره، مانند نداره، نظیر نداره، در چی؟ در ذات خود نداره. بنابراین ما و شما در ذات الله سبحانه و تعالی کسی را شریک نمی‌سازیم. عقیده ما همی است که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چون الله در ذاتش، در صفاتش، در افعالش، در عبادتش، در نامهایش متوجه هست و در احکامش شریک نداره. بنا ما مثال فلا تضربوا لله الامثال، و الله مثال ها نزنید. چرا؟ این مثال هایی که انسان ها بیان میکنن از مخلوقات، الله سبحانه و تعالی از تمام از اینا پاک است. چون الله شبیه با کسی نیست که بر از اون مثال را بیان بکنه. انسان ها دارای صفات خاص خود هستند. الله سبحانه و تعالی در ذاتش و در افعالش و در عباداتش، در احکامش ذات یگانه است. و می قسم زندگی میکنیم. مثال های دیگی که مردم از فلسفه گرفتن و از منطق گرفتن و از عقل پرستا و از فلسفه های عقل پرستی و ماده پرستی و علم پرستی و مثلا بعضی چیزهای فلسفه های برآمده، سبحان الله، افکاری برآمده که انحرافات ایجاد میکنه. ما و شما با صفت الاحد و واحد الله سبحانه و تعالی همین قسم زندگی میکنیم. میگیم که الله سبحانه و تعالی شریک نداره، مثال نداره، نظیر نداره، واحد و احد است. در چی؟ در ذات خود، در صفات خود، در افعال خود، در عبادت خود، در احکام خود. بنابراین کسی را در کل ازی شریک نمیسازیم. چرا؟ در ذاتش میفهمیم که الله سبحانه و تعالی قل هو الله احد. در صفاتش مثلا ما و شما میفهمیم که الله سبحانه و تعالی صفاتی داره که به جلال و عظمت الله شایسته هست. با صفات مخلوقات تشبیهش نمیکنیم. اگر کسی تشبیه کرد مشکلات برشان پیدا میشه. یک تعداد از این تشبیه صفات الله با صفات مخلوق چی پیدا شد؟ یک فرقه مجسمه پیدا شد که اونا جسم، العیاذ بالله، برای الله سبحانه و تعالی جسم قائل میشن. یک تعداد دیگه مثلا معطله هستن که اونا گفتن والا این صفات چون با صفات مخلوق مشابه هست، ما ایره به الله نسبت نمیدیم. میخی صفات الله را تعطیل کردن، افعال الله را تعطیل کردن به نام معطله. یک تعداد دیگه تشبیه کردن صفات و افعال الله را با صفات مخلوق، مشبهه. او گروه های پیدا شدن که الله متعال ما را از اون نجات بده. ما همین قسم میگیم که ذات الله سبحانه و تعالی، صفات الله سبحانه و تعالی و احکام الله سبحانه و تعالی، افعال الله سبحانه و تعالی، نامهای الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی در تمام ازنا الاحد، الصمد و بینیاز هست. بنابراین به این شکل زندگی میکنیم و کسی را در ذات، صفات، افعال، عبادت و احکام الله سبحانه و تعالی شریک نمیسازیم. به خاطر چی؟ به خاطر که عقیده داریم به اون ذاتی که خود معرفی کرده، الواحد الاحد. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.